سلام. با فصل سوم از درس عفونی و فصل نومی در خدمت شما همکاران محترم هستم. خب تو این سناریویی که من اینجا نشونش دادم، ما یک جشنی رو می‌بینیم که یه سری حیونا هستن اینجا دارن نمایش اجرا میکنن، گروه موسیقی دارن. اسم این گروه موسیقی نو مانی بند هست. نو مانی برای نومونی و برای ما یادآور اینه که این سناریو در رابطه با مبحث نومونیه. خب اول از درمان تو بیماری سرپایی بدون ریسک فاکتور مقاومت به آنتی بیوتیک یا بیماری همراه شروع می‌کنیم، بعد بیماران سرپایی همراه با ریسک فاکتور و در آخر هم به بیماران بستری میرسیم. اینجا این دوستان ما از این از جعبه‌ها استفاده کردن که برای خودشون یه سری نمایش درست بکنن و رو نمایش اجرا بکنن و من اینها رو با یک سری جعبه مهمات نشونش دادم که روش نوشته نو ریسک. این نشون میده که اینجا ما داریم در رابطه با بیماران سرپایی که ریسک فاکتور مقاومت به آنتی بیوتیک ندارن یا بیماری‌های همراه ندارن صحبت میکنیم. خب پس این جعبه های مهمات که روش نو ریسک نوشته برای ما یادآور اینه که ما در رابطه با بیماران سرپایی بدون ریسک فاکتور داریم صحبت میکنیم. خب درمان سرپایی دو بخش داره، میتونیم از درمان ترکیبی استفاده کنیم یا درمان ترکیبی. که من درمان ترکیبی رو با این دوستانی که روی این سن نمایش ایستادن نشونش میدم و برای درمان مونوتراپی هم این دوستان سمت راستمون رو داریم تو این کادر سمت راست. خب آمو باکس، جعبه مهمات آمو باکس شبیه به آموکسیسیلینه و برای ما تداعیگر اینه که یک بخشی از درمان ترکیبی آموکسیسیلین هست که حالا این آموکسیسیلین که در این زمینه قرار داره میتونه با هر کدوم از این در واقع اجزایی که این بالا هستن ترکیب بشه. خب اینا چی هستن؟ یه اردک رو میبینیم که داره اینجا مینوازه به اون ابزار موسیقیش داک برای داکسیسایکلین و دست ایشون کلارینت هست، داره کلارینت مینوازه. کلارینت شبیه کلاریترومایسینه و برای کلاریترومایسین نشونش دادن. و اینجا دو تا موش میبینیم که دارن شادی میکنن و میرقصن و اونجا واسه خودشون دارن میخونن که توی یه سری از این لباسایی هستن که زیپ داره. خب زیپر و مایس برای آزیترومایسین. خب پس در کنار آموکسیسیلین میتونه آزیترومایسین هم قرار بگیره. پس به طور کلی ما آموکسیسیلین رو داریم به اضافه داکسیسایکلین یا یک ماکرولید که میتونه آزیترومایسین باشه یا کلاریترومایسین. در درمان مونوتراپی هم میبینید دوستانی که بند نومانی رو تشکیل دادن همینا هم رو زمین هم هستن. میبینید توی مونوتراپی میتونیم از هر کدوم از این اجزا جداگانه استفاده بکنیم. پس اینم شد از درمان مونوتراپی. اینجا با این تابلویی که اجرای تکی رو نشون داده من برای شما مونوتراپی رو نشونش دادم. حالا این دوستان بند نومانی اومدن یه جای دیگه از شهر دارن اجرا میکنن. با این تابلو دوباره من نشونش دادم برای شما یادآور اینه که این سناریو هم در رابطه با نومانیه یا نومانی در واقع. و حالا اینجا این دوستان ما از یه سری جعبه‌های مهمات استفاده کردن برای اینکه یک سن نمایش درست بکنن برای خودشون و حالا می‌بینیم که فرقش نسبت به اون قبلیه اینه که روی اینها یه سری من علامات خطر و های ریسک نشون دادم. و این برای ما یادآور اینه که اینجا ما می‌خوایم در رابطه با بیماری صحبت بکنیم که ریسک فاکتور مقاومت با آنتی بیوتیک دارن یا بیماری همراه دارن. حالا توی این بیماران درمان میتونه باز ترکیبی باشه یا مونوتراپی که من تو کادر سمت چپ درمان ترکیبی رو راجع بهش صحبت میکنم و تو کادر سمت راست مونوتراپی رو داریم. درمان ترکیبی دو بخشه، دو جزء داره، یا یکی از این اجزای یعنی یک کدوم از این اجزای روی زمین تو کادر پایینی و یکی از این اجزای بالاتر تو کادر بالاتر. خب حالا ببینیم چیان. اینجا آمو باکس رو داریم مثل قبل که برای ما یادآور آموکسیسیلینه، منتها اینجا آموکسیسیلین کلاولونات که کوآموکسیکلات در واقع همون هست. و یا میتونه اینجا من گاوی رو نشون دادم، گاو وحشیه، حالا میشه آکس. این آکس ها میتونن فیوری باشن تا وحشی باشن. و حالا این موردی که ما اینجا داریم میبینیم سیفه، چون این افزاری که گذاشته رام شده سیف فیوری آکس. اگه سریعتر بخونیم سیف فیوری آکس شبیه سفروکسین. خب پس یکی دیگه از اجزا روی زمین شد سفروکسین. و مورد بعدی سفپودوکسیمه که من این رو با پاد یعنی غلاف لوبیا
پادفوراکس سفپادوکسیم. پس پادفوراکس برای سفپادوکسیمه. حالا این اجزایی هم که بالا هستن اون بند نومانیان که قبلا باشون آشنا شدیم و که میتونن داکسیسایکلین، کلاریترومایسین یا آزیترومایسین باشن. حالا این شو از درمان ترکیبی بیماران سرپایی مبتلا به نومونی داره ریسک فاکتور مقاومت با آنتیبیوتیک یا بیماری همراه که شد یا کوموکسیکلاو یا سفپادوکسیم و سفوروکسین. حالا یک کدوم اینا به اضافه یه داکسیسایکلین یا یک ماکرولید. حالا توی مونوتراپی ما این کوین آف فلاورز، این ملکه گل هاست. کوین آف فلاورز شبیه فلوروکوینولونه و این داره گلی که آورده رو بو میکنه، بویدنی، شبیه اینهیلینگ یا نبولایزر یا چیز تنفسیه. پس فلوروکوینولون تنفسی رو داریم توی مونوتراپی که حالا ببینیم چیا هستن. روی این تاج یه سری جم نشون دادم که برای ما یادآور جمیفلوکساسین از فلوروکوینولون هاست و موکسیفلوکساسین رو با باکس آف فلاور نشون دادم. پس باکس آف فلاور برای موکسیفلوکساسین و اینا می‌بینیم که این جعبه گل رو این خانم الیویت کرده، بلند کرده که برای ما یادآور لیووفلوکساسین هست. خب اینجا ما یه عکس قدیمی از گروه نومانی رو می‌بینیم که اینجا هنوز اردکی بهشون اضافه نشده و این دوستان ما قبلا کارهای خیریه انجام میدادن، ظاهرا میرفتن برای بیماران بستری نمایش اجرا می‌کردن که اینا خوشحال بشن و همونجوری که مشخصه من با این بیمارستانی که اون گوشه هست میخوام نشون بدم که اینجا ما در رابطه بیماران نومونی که بستری هستن صحبت می‌کنیم. خب اینجا یه درمان پایه‌ای داریم که حالا ما از درمان پایه‌ای شروع می‌کنیم تو بیمارانی که خیلی وضعشون شدید نیست و کم کم میریم جلو، همونجوری که شدیدتر رو داره ریسک فاکتور اینا رو بررسی می‌کنیم. خب این دوستان می‌بینید دو تا موش ما روی یک استیجی، روی یک در واقع سنی که درست کردن از اسپیکر و آمپلیفایر ایستادن و دارن نمایش اجرا می‌کنن. درمان پایه است که شامل دو بخشه، یک بتالاکتام و یک ماکروید. بتالاکتام اینجا می‌بینیم که ما اسپیکر رو آمپلیفایر داریم، آمپلیفایری که روش باس نوشته و برای ما تداعیگر آمپیسیلین سولباکتام هست و حالا این دوستانی هم که روشن آزیترومایسین و کلاریترومایسین اضافه میشن به آمپیسولباکتام. پس این درمان پایه‌ایه. حالا اگه بخوایم مونوتراپی در نظر بگیریم برای اینها میتونیم از این ملکه که اومده اینجا ازش نمایت کنه استفاده بکنیم که برای ما یادآور فلوروکوینولون تنفسیه که همون جمیفلوکساسین، لیوفلوکساسین و موکسیفلوکساسینه. حالا اگه وضعیت بیمار شدید بشه ما چیکار می‌کنیم؟ ملکه رو هولش میدیم میاریمش روی استیج. یعنی چی؟ یعنی تو موارد شدید ما میتونیم از ترکیب بتالاکتام و فلوروکوینولون تنفسی استفاده بکنیم، یعنی آمپیسیلین سولباکتام به اضافه جمیفلوکساسین یا آمپیسولباکتام به اضافه لیوفلوکساسین و یا آمپیسولباکتام و ترکیبش با موکسیفلوکساسین. پس موکسی جمیفلوکساسین و لیوفلوکساسین. خب این از این. حالا اگه توی سوال‌ها به هر شکلی به حالا مقاومت به متیسیلین، سابقه بستری، چه جدا شدن امرسا از مثلا خلط، جواب کش، به هر شکلی اشاره بکنن که این مرسا داشته، مرساش مثبت شده که من با این بیمارستان مرسا خواستم نشون بدم، ما باید پوشش مناسبش رو در نظر بگیریم که این پوشش مناسب رو من با یه خطی از ون‌های آمبولانس نشون دادم که چیه؟ لاین آف ونز، لاین برای لینزولاید و ون برای ونکومایسین نشونش دادم. خب هر کدوم اینا میتونیم اضافه بکنیم به درمان پایه. خب از اون سمت اگه به هر شکلی توی سوال‌ها به آیروژنوزا، سودوموناس آیروژنوزا اشاره بکنن، باز باید پوشش مناسب سودوموناس آیروژنوزا رو اضافه بکنیم به درمان پایه‌ای. خب من این رو با مزرعه‌ای که خانم مونالیزا نشون دادم چون شبیه آیروژنوزاست. حالا خیلی هم شبیه نباشه ولی خب بپذیرید. و حالا این مزرعه، این باغ یه سری ویژگی‌ها داره. چیه؟ حالا این جلوش یه سگیه که پیپ تو دهنشه، پیپ تاباکو برای پیپراسلین تازوباکتام و این خونه‌ای که توی باغ هست سقف شبیه پایه، اگه دقت بکنید، و سقف شبیه پای برای سف پایم و این سگم از نژاد تازی داگ برای سف تازیدیم، تازی برای سف تازیدیم. و این حصارهایی که در این مدادهایی که استفاده شده باش حصار درست بشه برای ما پین تداعیگر ایمیپنم و مروپنم هست. اونجا هم می‌بینید که فضانورد داره سمت ما دست تکون میده، آسترونات برای آسترونا. حالا پس به طور کلی یک مروری اگه بکنیم، یه درمان پایه‌ای داشتیم، یه درمان
پایه‌ای شامل ترکیب یک بتا-لاکتام و ماکرولید بود. میتونستیم مونوتراپی هم داشته باشیم با یک فلورکولینولون تنفسی، اینجا میبینید. و حالا اگه بیمار وضعیت شدید بشه، این کوین هم میبریم روی درمان پایه‌ای. یعنی چی؟ یعنی درمان میشه بتا-لاکتام به اضافه یک فلورکولینولون تنفسی. از اون سمت هم اگه مرسا داشتیم، باید پوشش مناسب در نظر میگرفتیم که لینزولاید یا ونکومایسین بود. و اگه آیروژنوزام مثبت میشد، باید یکی از این پنمروپنم، سفتازیدین، پیپراسلین تازوباکتام، سفپایم یا آسترونام رو به درمان پایه‌ای اضافه بکنیم. حالا ما توی بیماری بستری چه شکلی تصمیم بگیریم که کدوم بیمار شدید وضعیتش و کدوم بیمار شدید نیست؟ یه جدولی کتاب داره، معیارهای ماژور و مینور طبقه بندی نمونه اکتسابی از جامعه شدید، که دو تا معیار ماژور داره و یه سری معیارهای مینور که من دونه دونه خدمتتون میگم. توی سمت راست تصویر تو این کادر کوچیک من معیارهای ماژور رو توضیح میدم و تو بقیه قسمت ها معیارهای مینور رو دونه دونه بررسی میکنیم. در این انتخاب این سناریو با این تم خانم فیونا هست. جوتا متوجه میشین چرا. حالا اینجا تو معیارهای ماژور اول این شرک رو میبینیم که انگار بعد از اینکه نوبتش تموم شده خیلی شدید به نفس زدن افتاده، پاشو گذاشته رو زانوش و انگار نیازمند اینه که براش ما ونتیلیشن مکانیکی انجام بدیم. پس نارسایی تنفسی که به ونتیلیشن مکانیکی تهاجمی نیاز داره، اولین معیار ماژور در واقع نمونی شدیده. مورد بعدی این رقیب آقای شرک هست که دارن سر فیونا شاید رقابت میکنن. حالا نوبت ایشون شده، زیر دستگاه پرس سینه هست، یهو از یه جای نامعلوم یک رعد برقی میخوره تو کلش و ایشون شوک میشه. پس شوک شدن و زیر دستگاه پرس سینه بودن برای ما یه علامتی برای شوک سپتیک که به داروهای وازوپرسور نیاز داره. پس معیار دوم هم شد شوک سپتیک که به داروهای وازوپرسور نیاز داره. سایر مینور رو بررسی کنیم. اولین معیار رسپیریتوری ریت بیشتر از 30 تاست که من اینجا با آستیاب بادی، حالا باد برای تنفس در واقع یادآوریه و این علامت راهنمای رانندگی که حد اکثر مجاز 30 رو داره نشون میده جلوی آسیاب بادی قرار گرفته، به ما میخواد بگه که مجموعاً میخوام به ما بگن که حد از سرعت تنفس بیشتر مساوی 30 تا یک معیار مینوره، یعنی بیمار به تاکیپنه بیفته، وضع تاکیپنیک بیفته. حالا اینجا ما فیونا رو داریم که با این آقایی که کنارش ایستاده ظاهراً با هم یه رابطه یه چیزی دارن و ابعادشون خیلی عجیبه. این از شرکم خیلی گنده تره. PaO2 روی FiO2 کمتر مساوی 250 هم یک معیار مینوره که من این رو با فیونا برای FiO2 فیو برای فیونا اینجوری نشونش دادم که حالا بر اساس نسبت وزنی یا قدی هر جوری که حساب بکنید این آقا نسبت به فیونا خیلی گنده تره، ولی خب از 250 برابرش که قطعا کمتره. و اینو برای PaO2 برای FiO2 کمتر مساوی 250 میتونید به یاد بسپارید. حالا این اجدها رو میبینیم که روی بیمارستان هاسپیتال قرار گرفته، بیمارستان ریه قرار گرفته. بیمارستان ریه برای ما یادآور یک لوب ریه هست یا یک ساختمان ریه هست که همونجوری که میبینید دوم ایشون از اون بالای بالا تا پایین کش اومده و چند طبقه رو در واقع بهش در واقع تماس داره، یک مجاورتی به این چند طبقه از این ساختمان ریه داره. همه اینها برای ما مجموعاً یادآور اینه که چند لوب ریه با هم دیگه درگیر بشه توی جریان نومونی. پس اینفیلتریشن مولتی لوبار یک معیار مینور برای نومونی شدید هست که اینجا من این اینفیلتریشن مولتی لوبار رو این شکلی نشون دادم خدمتتون. خب حالا یه تابلوی راهنمایی و رانندگی برای کالسکه‌های توی این شهر داریم که چند تا شهر رو داره نشون میده. اولش ارومیه هست، اورمی و نوشته 21 کیلومتر، یعنی بیشتر از 20، یعنی بیون بیشتر از 20، بیون بزرگتر مساوی 20 برای ما یک معیار مینور برای نمونه شدیده. دومین شهر لکو که لوکوپنی، می‌بینید همونجوری که لکو 3999 کیلومتر یعنی یک کوچولو کمتر از 4000 تا، لوکوپنی باید 20 کمتر مساوی 4000 تا برای ما یک معیار مینور برای نمونه شدیده. از اون سمت آخرین شهر ترامسو که برای ما یادآور ترامپوسایتوپنیه که اینجا می‌بینید 99999 کیلومتر فاصله داره که این کمتر از 100000 تا. پس ترامپوسایتوپنی کمتر از 100000 تا هم یک معیار مینور برای نمونی شدید هست.
از اون سمت هم اون گوشه تصویر می‌بینید که این ابرا برف یا بارون گرفتن و اون قسمت ارومیه سرده دیگه. و هایپوترمی هم یک معیار دیگه از معیارهای مینور برای نمونه شدیده. و این خر شرک اگه هست، خر شرک رو می‌بینیم که کنفیوز بوده، دیسورینتیشن داشته و این گوشه واسش افتاده و همینجوری سرگیجه و همینجوری حال بد و کنفیوز و این شکلی این گوشه واسش افتاده. و کنفیوژن و دیسورینتیشن هم یک معیار مینور از معیارهای طبقه بندی نمونه شدید اکتسابی از جامعه است. این آخرین مورد و این زمین کف این محوطه می‌بینید که ما انتظار داریم که سرسبز و طبیعت و همچین پر از علف و اینا باشه، اما می‌بینید که خشک کفش و این گرا ترک خوردن و نشون میده که اینجا مایع خیلی کم بوده. پس هایپوتنشنی که به معیار تهاجمی با مایعات نیاز داره هم یک معیار مینور برای نمونه شدید اکتسابی از جامعه است. خب اینا که حالا صحبت کردیم در رابطه‌شون همه برای اینه که اگه یک بیمار بستری در گروه بیماری شدید قرار بگیره ما درمان ترکیبی از بتالاکتام و یک فلوکوینول تنفسی براش در نظر میگیریم توی بیمار بستری شدید. حالا بر اساس کشتش ممکنه مثلا نیاز به پوشش مرسا داشته باشه یا آلرژن حساب. بریم یه سوالو ببینیم. یه آقای 50 ساله بدون سابقه بیماری و بستری بلا تب، سرفه‌های خرددار، تنگی نفس و دیسورینتیشن از 2 روز گذشته به اورژانس آورده شده. در معاینه تب 39 درجه و تیار تنفس 32 تا در دقیقه داره. در سمیری و کراکر خشن در قاعده راست و در آزمایشات هم لوکوپنی 3500 و ترومبوسایتوپنی 85000 تا گزارش شده. رادیوگرافی قفسه سینه‌اش هم کدورت در چند لوبریه رو نشون میده. این منظورش درگیری مونتی لوبار اینجا. کدام اقدام صحیحه؟ خب این بیمار با توجه به این شرح حال می‌بینیم که تو این تصویر مربوط به نمونی شدید می‌بینید که این بیمار ما هم درگیری مولتی لوبار داشته، هم تو تنفسش بیشتر از 30 تا بوده، هم دیسورینتیشن داشته، گیجی داشته، هم لوکوپنی داشته، هم ترومبوسایتوپنی. پس این معیارهای مربوط به نمونی شدید رو پر میکنه. این طرف درگیر نمونی شدید هست. پس دیسورینتیشن داشته، تیار تنفسش بیشتر از 30 تا بوده، لوکوسیدوز کمتر از 4000 تا داشته، ترومبوسایتوپنی کمتر از 1000 تا داشته و اینفیلتریشن مولتی لوبار. پس این دوست ما نمونی شدید داره، اصلا باید بره تو آی سی یو بستری بشه. و درمان نمونی شدید هم همونجوری که صحبت کردیم در رابطه با اون بتالاکتام، ترکیب بتالاکتام و یک فلوروکوینول تنفسی است که تو گزینه‌هایی که ما دیدیم آمپیسیلین سولباکتام و یک لوفلوکساسین میتونه درمان مناسبی واسه این بیمار باشه. ممنون از توجهتون، موفق باشید.